آیا تا به حال به ولسوالی های کابل سفر نموده اید؟ و آیا زیبایی های ولسوالی های کابل از خود کابل بیشتر است؟ شکردره کابل یکی از ولسوالی های ولایت کابل در خاور افغانستان است. با جمعیت نزدیک به 72900 نفر. مرکز این ولسوالی نیز شکردره نام دارد. شکردره بزرگترین ولسوالی کابل از نگاه جمعیت و وسعت محسوب می شود که در قسمت شمالی کابل واقع شده است. اراضی این ولسوالی بیشتر کوهستانی و ناهموار می باشد که با باغ‌های انبوه استار شده و اقلیم معتدل دارد. بندشاه و عروس که تازه تأسیس آن به پایان رسیده، سبب در این ولسوالی در اخیر روستای دره موقعیت دارد که از برق و آب آن به گونه مفیده در این ولسوالی استفاده به عمل می آید. بیشتر باشندگان این ولسوالی تاجک ها می باشند و به فارسی سخن می گویند. شکردره دارای چندین روستا یا قریه می باشد که می توان از آنها سیابقلی، صوفی خیل، قلعه مرادبیک، حاجی بخشی، قلعه صاحب زاده، غازه، کاری زمیر، آقا علی شیخ و دانشمند و خروتی نام برد. مردم شکردره بیشتر مشغول زراعت و مالداری هستند. صادرات این ولسوالی بیشتر میوه‌جات چون سیب، انگور، شفتالو، توت و ندرتاً گیلاس و آلو بالو می باشد و سایر سبزیجات نیز در اینجا رشد می کند. شکردره محل‌های سیاحتی زیاد نیز دارند که می توان از بند شاه و عروس، بازار شاه مردان، خوج موجود، قلعه مرادبیک و دره‌های زیبا و سرسبز نام برد. آب و هوای معتدل و فضای سبز این ولسوالی هر روزه بازدید کنندگان بسیاری را از سرتاسر افغانستان به این ولسوالی جذب می کند.